به نام خدا و عرض سلام خدمت تمامی دوستای عزیز. امیدوارم که همتون جور و صحتمند باشین و لباس عافیت را بر تن داشته باشین. در ویدیو قبلی ما کار خود را به صورت عملی از منوی هوم و گروپ کلیبورد آغاز کردیم و در این ویدیو بالای گزینه‌های گروپ فونت کار خواهد کردیم. اولین گزینه‌ای که در اینجا وجود داره عبارت از گزینه‌ای است که ما میتونیم از اینجا فونت یا استایل خط داخل داکیومنت خود را تغییر بدیم که وقتی بالای لیست فونت ما کلیک میکنیم در اینجا فونت های مختلفی وجود داره که ما میتونیم هم برای نوشته های دری و هم برای نوشته های انگلیسی انتخاب کنیم و طریقه کارش به این شکل است که شما متنی را که میخواین فونتش را تغییر بدین ابتدا انتخاب میکنین و بعدا میرین نام فونت را از لیست پیدا میکنین. اگر از لیست پیدا کردنش مشکل باشه بر شما میتونین که در داخل سرچ باکس امی فونت نوشته کنین نام فونت را که شما میخواین. مثلا فونتی را که من بیشتر استفاده میکنم برای متنهای انگلیسی عبارت از سنچری گوتیک میباشه که نامش در اینجا وقتی که نوشته میکنم و خودش اتومات در اینجا میآید، فقط من انتر میزنم که اونمو فونت بالای نوشته ما تطبیق میشه. شما میتونین به صورت همزمان چندین متن را انتخاب بکنین و به یک بارگی یک فونت را بالایشان تطبیق کنین و طریقه کارش به این شکل است که یک متن را یا یک تایتل را یا یک عنوان را انتخاب کنین، کنترل بگیرین، بالای متن یا عنوان بعدی کلیک بکنین، بالای عنوان بعدی به می شکل تمامی عنوانها و یا متنهایی را که شما میخواین فونت بالایش تطبیق شوه امونا را انتخاب بکنین. بعد از اینکه انتخاب شما تکمیل شد میرین در قسمت فونت و در اینجا نام امو فونتی را که شما میخواین نوشته میکنین و چند حرف اولش که نوشته کردین قسمی که میبینین خود اون زمو فونت در اینجا انتخاب میشه و کافی شما از روی کیبورد انتر را بزنین و قسمی که میبینین امو عناوین یا متنهایی را که ما انتخاب کرده بودیم فونت مربوطه بالاشان تطبیق شده. پس گزینه فونت عبارت از گزینه است که ما میتونیم فونت ها یا استایل های خط های مختلف را بالای متن خود تطبیق کنیم. در کنار از این ما چیز داریم به نام فونت سایز و از طریق فونت سایز ما میتونیم که سایز فونت و یا نوشته های خود را تغییر بدیم. من تمامی عناوین را انتخاب میکنم و منظور از این که بتونم فونت سایز شان را تغییر بدم و وقتی که فونت سایز را لیستش را باز میکنین کوچکترین قیمتی که داره 8 است و بزرگترین قیمتی که داره 72 هست. بالای هر کدام از اینا که شما انتخاب بکنین و کلیک بکنین اونمو سایز بالای متنتان تطبیق میشه. و ناگفته نباید بانم که اگر شما بخواین کوچکتر از 8 را کار بگیرین میتونین در داخل از این خودتان نوشته کنین، مثلا 6 مثلا میتونین نوشته کنین 4 و اگر شما بخواین بالاتر از 70 را شما کار بگیرین میتونین در اینجا خودتان نوشته کنین، مثلا نوشته کنین 200 و یا هم میتونین که از 2 تا ای که ما شما در اینجا داریم کار بگیرین. من فونت را به اندازه استانداردش انتخاب میکنم، مثلا 18 و اگر بخوایم که بالاتر از 18 برم از increase font size بالای زی کلیک کرده میرم تا که سایز مربوطه بالای نوشته ما تطبیق شود و اگر بخوایم که سایز را خردتر بسازم از ای کوچکی که در پالش میبینین میتونین امی کار را شما انجام بدین و سایز نوشته را مطابق به سایز دلخواه خود عیار بسازید به این شکلی که شما میبینید. در قسمت پایین ما بی داریم که اختصار شده بولد است. ما وقتی که بالای بولد کلیک میکنیم نوشته ها را قسمی که میبینین ضخیم میسازه و در پهلوی گزینه بولد گزینه دیگری است به نام گزینه ایتالیک که وقتی که ما گزینه ایتالیک را فعال میسازیم نوشته ها را اندکی کج میسازه و در پهلوی گزینه ایتالیک گزینه به نام اندرلاین داریم که ما میتونیم لیست اندرلاین را باز کنیم و انواع و اقسام مختلف از خط ها وجود داره که ما هر کدام شکل بالش کلیک بکنیم اونمو خط
در زیر نوشته ما میفته. و اگر از این خطها شما نخواستین میتونین برین در مور اندرلاینز کلیک بکنین و از اینجا اندرلاین های دیگری هم وجود داره که هر کدامش خواستین میتونین انتخاب کنین و اوکی کنین تا که اونمو خط در زیر نوشته ها تطبیق شود. خطی را که در زیر نوشته های ما و شما داریم دارای رنگ سیاه است. اگر خواستین رنگ از این خط را تغییر بتین شما میتونین بالای اندرلاین کالر بیاین و رنگ مورد نیازتان را یا رنگی را که خوش دارین امو رنگ را بالایش کلیک بکنین تا که خط اندرلاین امو رنگ را به خود بگیره. اما اگر اندرلاین نخواستین شما میتونین بالای از گزینه اندرلاین کلیک بکنین و از اینجا نان را انتخاب بکنین. گزینه بعدی گزینه استرایک ترو است که به خاطر کشیدن یک خط در بالای نوشته به کار میره و عموما استفاده استرایک ترو به خاطر گرفتن غلطی بخشی از متن ها است. فرض مثال اگر شما بخواین که برای شخصی یادداشت بکنین که اینی قسمت تا این قسمت متنی که تو نوشته کردی اشتباه است، امی بخش را انتخاب میکنین و بالای استرایک ترو کلیک میکنین تا بالای این بخش متن یک خط بندازه و شخص مربوطه بفهمه که اینی قسمت اشتباه است. و یا مثلا شما میگین که اینی ساحه را ما از نگاه ما اشتباه است، پس این انتخاب میکنین بالای استرایک ترو کلیک میکنین تا که خط بالای از این متن ما بفته و شخص مربوطه بفهمه که این ساحه اشتباه شده. گزینه بعدی که شما در اینجا میبینین عبارت از گزینه سابسکریپت است که زمانی به کار میره که شما بخواین یک عدد را به قاعده یک عدد دیگر و یا یک عدد را به قاعده یک حرف دیگر بنویسین. قسمی که در اینجا میبینین ما فرمول آب را داریم که عبارت از H2O هست. من از اینجا میایم انتخاب میکنم اپرکیس به خاطر ازی که حروفش بزرگ شود، ولی به طرزی که ما را نوشته کردیم برای فعلا اشتباه است. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که عدد 2 باید به قاعده H نوشته شود و به خاطر ازی که بهتر شما بفهمین من سایز زیر کلانتر میسازم و عدد 2 را از اینجا من انتخاب میکنم، میرم از اینجا بالای سابسکریپت کلیک میکنم تا که عدد 2 به قاعده حرف H بره. و دوستای عزیز قسمی که شما میبینین بعد از گزینه سابسکریپت گزینه سوپرسکریپت قرار داره که توسط از این گزینه میتونیم یک عدد را به نمای عدد دیگه نوشته کنیم. فرض مثال اگر ما خواسته باشیم که نوشته کنیم 4 به توان 2 یعنی عدد 2 در توان 4 باشه، به او خاطر عدد 2 را انتخاب میکنیم، بعدا میریم بالای سوپرسکریپت کلیک میکنیم تا عدد 2 به توان عدد 4 نوشته شود. و بعد از گزینه سوپرسکریپت ما در اینجا گزینه دیگری داریم به نام تکست افکتس اند تایپوگرافی که ایره در آخر کار میکنم. بعد از این گزینه وجود داره به نام تکست هایلایت کالر که به خاطر نوت گرفتن و یا یادداشت گرفتن به کار میره. فرض مثال ما وقتی که متنی را میخوانیم و نکات مهمش را میخوایم یادداشت کنیم ما میتونیم که از تکست هایلایت کالر کار بگیریم. به طور مثال ما اینی متن را که میخوانیم نکته مهم میشه که عبارت از ویندوز 10 است، این میخوایم در یادداشت خود بگیریم، امیر انتخاب میکنیم و بعدا بالای تکست هایلایت کالر کلیک میکنیم که من حیث نوت یادداشت شود. و یا هم در اینجا لیست از برنامه های آفیس را در اینجا میبینیم که میخوایم در یادداشت خود اینا را داشته باشیم. و ناگفته نباید بانم که شما میتونین رنگ های دیگری را هم استفاده کنین که در لیست وجود داره. اما اگر شما جایی را اشتباهاً یادداشت میگیرین، مثلا این قسمت نیاز نبوده که شما در یادداشتان بگیرین ولی اشتباهاً امیر شما هایلایت کردین، چگونه هایلایت از شما از بین ببرین؟ امی بخش انتخاب میکنین، بعدا لیست مربوطه را باز میکنین، از اینجا میرین بالای نو کالر کلیک میکنین تا که امو رنگ هایلایتش از بین بره. بعد از گزینه تکست هایلایت ما شما در اینجا فونت کالر داریم که ما میتونیم رنگ های نوشته های داخل داکیومنت خود را تغییر بدیم. مثلا اگر ما بخوایم که رنگ های عناوین را تغییر بدم، همه عنوان ها را انتخاب میکنم در ابتدا. بعد از اینکه عنوان های انتخاب شد من میتونم لیست رنگ ها را باز کنم
و قسمی که شما میبینین در اینجا انواع و اقسام مختلف از رنگ ها وجود داره که شما میتونن بالای هر کدامش که خوشتون آمد کلیک بکنین تا که اون رنگ بالای نوشته هایتان تطبیق شود. اما اگر خواسته باشین شما از این لیست استفاده نکنین، میتونین بالای مور کلرز بیاین و در اینجا دو بخش داریم. یکی بخش استاندارد است که رنگ ها از قبل آماده شده، هر کدام از اونا رو شما خواسته باشین میتونین بالای نوشته انتخاب شده تطبیق بکنین. اما اگر خواسته باشین میتونین در قسمت کاستوم بیاین و از اینجا کلیک چپ ماوس فشار داده بگیرین و ماوس را با دست راستتان شور بدین و قسمی که شما میبینین رنگ مورد نظرتان در اینجا ساخته میشه و شما میتونین از اینجا تغییر بدین که رنگتان آیا روشن باشه یا رنگ تاریک‌تر داشته باشه. و همچنان میتونین شما بر اساس کد RGB یک رنگ را بسازین و اگر از یک رنگی شما خوشتون آمده اما او را نمیفهمین که کد RGB چند است، شما میتونین بسیار به سادگی را با استفاده از برنامه پاورپوینت که یکی از برنامه های آفیس پکیج است کد RGB شا پیدا کنین و طریقش به این شکل است که شما رن باز میکنین، داخلش نوشته میکنین پاور PNT و انتر میزنین تا که برنامه پاورپوینت براتون باز شود. از اینجا بالای بلانک پرزنتیشن کلیک میکنین و میرین در قسمت منوی انسرت، از اینجا بالای پیکچرز کلیک میکنین. مثلا ما رنگی که خوشم آمده در داخل نظامی عکس است و میخوایم که اینمی رنگی که در عکس وجود داره اینمی رنگ را کد RGB ش پیدا کنم به خاطر از اینکه در بالای متن هایم رنگش را تطبیق کنم و عکس خرد میسازن به اندازه ای که شما بتونن بالای تکست باکس کلیک بکنن. به خاطر چی بالای تکست باکس کلیک کنن؟ به خاطر که گزینه فونت کلر در پاورپوینت فعال شوه. از اینجا میرن بالای آی دراپر کلیک میکنن و میرن بالای امو رنگی که خوشتون آمده یک بار کلیک میکنن. اینجا که یک بار کلیک کردین در اینجا ما شما میریم در بخش مور کلرز، بعدا در اینجا کد RGB ازی وجود داره که عبارت از 237-2091 است. بعد از اینکه کد مربوطه را پیدا کردین این را کنسل میکنین و صفحه پاورپوینت را بسته میکنین. میاین در برنامه وردتان و امو کد مربوطه را در داخل کد RGB برنامه ورد نوشته میکنین و کدی که ما و شما به دست آورده بودیم 237-2091 بود و از اینجا میتونن بالای اوکی کلیک کنین و وقتی که اوکی کردین امو رنگ مربوطه بالای متنتان یا بالای عناوینتان تطبیق میشه و اگر خوشتان آمد میتونن دوباره بیاین و رنگ های دیگری را هم از اینجا انتخاب بکنین. گزینه بعدی که در قسمت گروپ فوند وجود داره عبارت از گزینه چنج کیس است که وقتی ما لیست از زیر باز میکنیم در اینجا گزینه های مختلف وجود داره. گزینه اولش عبارت از سنتنس کیس است که اگر ما امیر انتخاب میکنیم یعنی به معنای ازی که قوانین نوشتن جمله بالای متن ما تطبیق شود. قوانین نوشتن جمله قسمی که شما میفهمین است که آغاز جمله با حروف بزرگ شروع شود و اسم خاص با حروف بزرگ شود و متباقیش همشان با حروف کوچک نوشته شوند و قسمی که میبینین آغاز جمله ما در اینجا با اسکلان شروع شده، دیگرش همش خرد است و اسمی که ما شما داریم اسم خاص با حرف بزرگ شروع شده و همچنان در این جمله که ختم شده آغاز جمله بعدی باز هم با حروف بزرگ است که این را ما شما به نام سنتنس کیس یاد میکنیم. گزینه بعدی لوور کیس است که اگر این انتخاب شود تمامی حروف کوچک میشه و اپر کیس را اگر انتخاب میکنیم باز تمامی حروف را قسمی که شما میبینین تمامی حروف را بزرگ میسازه و گزینه بعدی که ما داریم کپیتالایز ایچ ورد ای آغاز هر کلمه را بزرگ میسازه متباقیش کوچک میشه. گزینه بعدی تاگل کیس است که اگر ما شما بالای ازی کلیک میکنیم تمامی حروف کوچک میشه به شمول حروف اول و حروف بعدی. و یک استفاده دیگه هم داره که اگر شما بالای ازی کلیک میکنین امو حروفی که بزرگ بود پس به حالت اولش
برمیگرده که ایره تاگل میکنه بین یک دیگه، یعنی از یک حالت سویچ میکنه به حالت بعدی. و چیز دیگری که در اینجا باقی مانده عبارت از کلیر آل فارمتینگ است که وظیفه ازی است که تمامی فرمت ها و رنگ ها و دیزاین هایی که ما برای یک متن میتیم همیشه پاک میکنه و به حالت اول میاره. مثلا اگر ما این خط را انتخاب میکنیم، این را بولد میسازیم و از اینجا سایز شکلانتر میسازیم و رنگ میتیم برش و تا هر تغییراتی که از نگاه فونت بالاش میارین، وقتی که بالای کلیر آل فارمتینگ کلیک کردین پس تمامی فرمت ها را از بین میبره و مطابقش به حالت اولیش میاره. اما گزینه‌ای که بر فعلا باقی مانده عبارت از گزینه تکست افکتس است که شما میتونین توسط ازی بالای دیزاین یک تکست کار بکنین و من میخوایم که این را در یک پروژه کار کنم. در ابتدا با زدن کنترل N یک صفحه جدید ایجاد میکنم یا یک داکیومنت جدید ایجاد میکنم. بعدا میرم در منوی لی‌اوت، از اینجا سایز ورق خود را میگیرم A4 و بعدا اورینتیشن ورق خود را لندسکیپ میگیرم. در اینجا نوشته میکنم تنین کامپیوتر لب. بعد از این را انتخاب میکنم و بعدا میرم منوی هوم و سایز از این را نوشته میکنم 200. اگر دیدین که 200 خیلی زیاد میشه و محتویات متنتان داخل یک ورق جای نمیشه، شما میتونین خورتر هم بسازین که ما راجع به اینا گپ زدیم، پس با اینا مشکل نداریم. و میتونین که با زدن کلید انتر امی متنتان را در وسط خط انتقال بتین یا در وسط صفحه انتقال بتین. میتونین امی متن را انتخاب بکنین، بعدا بیاین بالای تکست افکتس و بالای هر کدام از اینا که شما ماوستان را هوور میکنین اما تغییرات بالای متنتان تطبیق میشه. هر کدامش که خوشتان آمد شما میتونین بالای اونمو کلیک بکنین تا که اونمو دیزاین بالای نوشته تان تطبیق شود. اگر نوشته تان رنگ داخلیش خوشتان آمد شما میتونین از اینجا بیاین و یکی از رنگ ها را بر خود انتخاب کنین و قسمی که میبینین در اینجا متن ما یک اوتلاین یا خط بیرونی هم داره و اگر خواستین رنگ اوتلاین نوشته تان تغییر بتین شما میتونین بالای اوتلاین بیاین و یک رنگ دیگه به خاطر اوتلاین نوشته تان انتخاب بکنین که اونمو رنگ بالای اوتلاین نوشته تان تطبیق شود و کافیست بالای شما کلیک بکنین تا که همون رنگ به خودش بگیره و میتونین پس به حالت اول هم بیارین. اگر خوشتون نامد میتونین کلیک بکنین پس به حالت اولش بیاید. بعد از این ما شیدو داریم که شما میتونین بر زمین نوشته تان سایه بتین. یک تعداد سایه ها در اینجا امو نمونه ها یا سمپل هاش وجود داره که شما فقط کافیست ماوستان بالای ازنا هوور بکنین و در سمپلش در روی صفحه براتون نشان داده میشه که شما میتونین بالای نوشته تان این سایه ها را تطبیق بکنین. هر کدامش که خوشتان آمد شما میتونین بالایش یک بار کلیک بکنین تا که امو سایه‌ای که شما انتخاب کردین بالای نوشته تان تطبیق شود. قسمی که میبینین نوشته ما بر فعلا یک سایه داره. بعد از شیدو ما شما رفلکشن داریم که انعکاس مانا میته و انعکاس های مختلفی در اینجا وجود داره که از نگاه مقدار و فاصله نسبت به همدیگر تفاوت دارن و هر کدامش که شما خواستین میتونین فقط بالش کلیک بکنین تا که امور نو رفلکشن و یا انعکاس بالای متنتان تطبیق شود. و بعد از این ما شما گلو داریم که گلو عبارت از نوری است که در چهار طرف نوشته ما ایجاد میشه و ما میتونیم که در اینجا گلوهای مختلف را از اینجا انتخاب بکنیم نظر به سلیقه‌ای که خودتان به خرج میتین. هر کدامش که خوشتان آمد میتونین بالایش کلیک بکنین تا که امو گلو بالای نوشته تان تطبیق شود و به خاطر اینکه که بهتر و زیباتر شود شما میتونین بالای منوی دیزاین بیاین. از اینجا برای نوشته تان یک بک‌گراند کالر هم بگیرین. خب نظر به سلیقه تان که هر رنگی که خوشتان آمد میتونین برای پیج یا صفحه یک بک‌گراند کالر انتخاب بکنین.
خب دوستای عزیز، این بود گزینه هایی که ما در منوی هوم و در گروپ فوند خواندیم. امیدوار هستم که ویدیوهای بعدی را هم شما تعقیب بکنین و ویدیوهای قبلی را اگر ندیدین هم مراجعه بکنین و اونا را هم ببینین و همچنان لایک کردن ویدیو، گذاشتن کامنت و سابسکرایب کردن چینل را فراموش نکنین. در اخیر برای همتون موفقیت، پیروزی و شادابی آرزو میکنم. شاد و پیروز باشین.